سلام و درود به همه شما دوستان گل. من سعیدم. خوش اومدیم به کانال ماکسیموس. بچه اسم کانال ماکسیموس بود که من اون موقع اشتباه تلفظ میکردم. این مرحله دهم جی تی آی سان آندرسه که من واسهتون فیلمش رو ساختم. همون مرحله ای که سیزگار به ما زنگ میزنه و از ما دعوت میکنه که تو یه مسابقه شرکت کنیم. خب فعلا بریم تا به اونجا برسیم. بعد یه کاتسین میبینیم. منم زیاد حرف نمیزنم. یه ماشین اینجاست، بذار برش دارم. این معمولا موقعی که میپیچیم زیاد میپیچه، خراب میکنه. اما این یکی نه. این یکی من شنیدم از همه که تو وفا نداری. هی سی جی، تو موفق شدی. آزاد چطوره؟ سلام کار. سلام عزیزم. چه ماشین قشنگی. این کاروچا نیست. مطمئنی میخوای روی ماشین ریسک کنی؟ آره مطمئنم. راجع به چقدر پول حرف میزنم؟ اول پولا رو میریزن توی ظرف، بعد مسابقه میدیم. اولین نفری که به آخر خط برسه میبره. کنچوتا سینچوتا. اوکی باشه، من هستم. هی مراقب باش سی جی، اینا دوست ندارن ببازن. فهمیدی؟ آره منم همینطور. دنبال من بیا تا مسابقه بدیم رفیق. هی ادامه بده هم. داره میرسی. داریم. ای بچه ها ببخشید من دستم. یالا کار دنبالمون بیا. تقریبا رسیدی کار. هیچ رنگی نداره. میخوام با من از روزگارم دیگه جایی نداری. توی این قلب شکسته زندگی با تو مکان. تو همونی که میگفتی زندگی با من خیلی قشنگه. نمیدونستم که حرفات همش از روی میرنگه. حالا اینو میدونم گرچه حالا خیلی دیره. زندگی با تو مهاره. خیلی ممنون، مرسی که سیدم کردی. اینو شنیدم از همه که تو وفا نداری. دارم تو چشمات میبینم میخواد که جام بذاری. منم یکی مثل همه تو قلب تو شلوغه. گریه نکن که گریه ها برای من دروغه. من شنیدم از همه که تو وفا نداری. دارم تو چشمات میبینم میخوای که جام بذاری. منم یکی مثل همه تو قلب تو شلوغه. گریه نکن که گریه ها برای من دروغه. گریه نکن که گریه ها برای من دروغه. امیدوارم دردت اومده باشه عوضی. خب برعکس خوشحال شدم که این ویدیو رو تماشا کردین. خیلی ممنون میشم اگه الان که این ویدیو رو میبینید این ویدیو رو لایک کنید. من میخوام اینجا یک حرکتی بزنم و
بخوام سیزا رو در اختیار خودم بگیرم که باید یه رمزی بزنم. ما قبلش باید سیزا رو از ماشین پیاده کنیم که کافی با پریدن روی ماشین و لگد زدن ماشین این کار رو انجام بدید. 2 تا لگد میزنم خودش پیاده شد. حالا دنبال منه که منو دستگیر کنه. من میخوام رمز SJMAHPE رو بزنم که استخدام افراد مشخصه و با این رمز میتونید هر کسی رو در خدمت خودتون بگیرید. خب رمز زدم. حالا سیزا رو بر خدمت خودم میگیرم. سیزا رو بیا اینجا. با زدن دکمه جی بچه ها اچ کار نمیکنه. الان اچ فقط رو گروه استریت کار میکنه. اگه با جی میخواین این کارو بکنید کارتون راحت تر میشه.